ریاکاری هم یک نوع این منت می شود، یعنی که به خاطر خودنمایشی و بعدا یعنی منت گذاشته. هر کسی خیر خود را نشان میده ریاکاری است. ریا ما نشان دادن است. چون گفتیم در سوره بقره پروردگار میگه که کار خیر احسان خودتان را با منتگذاری و آزاردهی تباه نکنید و مال و اموالتان را خرجی که میکنید، صدقه که میگذارید از روی ریا یعنی خودنمایشدهی و خودستایی و غرور مصرف نکنید. چون که سوره انسان آیت 9 میگه همه کار از برای خدا باید. از برای خدا معناش چی است؟ دیگه نه شکوه و شهامت است، نه شخصیت است و نه ریا و نه خودستایی است. اینجا خدا حاضری است. علاوه بر این آدم این خیر کننده باید همیشه شکرگزار باشد. تو داری که خیر میکنی، تو را کی دارنده کرده است؟ با کدام بایگری خود معنی باشد، خود مادی باشد. برای این همیشه شکرگزار را خدا دوست می‌دارد. از شکر شکر زیاده گردد. ببین که شکر ثواب دارد، دل را زنده میکند، خدا را خوشنود میکند. منت گناه دارد، دل را میمیراند، خدا را ناراض میکند. پس به هیچ صورت نباید منت کرده شود. از دایره عائله بگیریم، چقدر زن زحمت میکشد، زحمت میکشد در خانه، در طول عمر خانه به زحمت زن آباد است، لیکن نباید منت کند کارش. هوشدار دیگر است، آگاه کردن دیگر است، منت دیگر است. برای خوب فهمیدن منت همین است که منت آدم غمگین میکند، آدم از گرفته و کردهش پشیمان میکند و دلش رو تاریک میکند و خدا را ناراض میکند. به هیچ صورت منت کردن جایز نیست. در حدیث با روایت امام مسلم آمده است که یعنی که 3 طایفه هستند کسانی که خدا در روز قیامت برای آن نظر نمیکند. یکی از آنها شخص منت گذار است.